مامانو پیدا میکنیم. باشه عزیزم، گریه نکن، زودی میاد. باشه بیا عزیز دلم، بیا. فرشاد آخرش دیوونه هم میکنه. خب زودتر بگو مادرت مرده خلاص شیم دیگه. انگار قرار پینار برگرده، داره بچه رو دست به سر میکنه. الیف هم گناه داره. کارش نمیشه کرد جانان. خب یکم باید درکشون کنی. ببین میدونم آسون نیست. انگار هیچکی اصلا به فکر من نیست. منم صمیمیترین دوستم از دست دادم. اینو میفهمی؟ واقعا ناراحت شدی؟ چرت نگو افراز. معلومه ناراحت شدم. هر کی بود میشد. ولی دیگه همه چی راحت تر میشه. دندون رو جیگر بذار. تو فقط حواست به فرشاد باشه. این که خیلی راحته، با من نمیخواد نگران باشه. تو باید مواظب چنگیز خان باشی. تو فکر اونو نکن. افسار چنگیز خان دست منه. جانه تو نگاه کن، به خاطر تو داریم میبازی. زود باش بابا، بیا دیگه. آفرین آفرین، برو. آفرین برو. پاس بده، پاس بده. آفرین بده من. زود باش شیر پسر. آفرین، پاس بده. مریم خیر باشه. اینجا چی کار کنی؟ وارول یکم ناراحت بود، گفتم تنهاش نذارم. کار خوبی کردی. زود باش دیگه پسر، گل بزن. تو چطوری؟ خوبم مثل همیشه. زود باش فارا. یوسف. ها چی شده؟ هیچی، ولش کن، مهم نیست. ببین با این کار کمکی به الیف نمی کنیم ها. اگه امیدوار بشه بدتر ضربه میخوره. من میگم ببریمش پیش یه روانشناسون بهش بگه. هنوز نه. پس کی فرشاد جان کی؟ من از کجا بدونم آخه؟ خیلی صدا کردم نیومدی، منم زدم زیر گریه. الیف دراز بکشید خانم، خواهش میکنم لطفاً آروم باشید. خواهش میکنم خانم آروم باشید. الیف بلم کن، آروم باشید. لطفاً دراز بکش. زودتری آروم بخش بیار. آروم باش، آروم باش. آروم باش. پسرم خبری نشد؟ نه مادر جون.
کجا گذاشته رفته؟ آب شده رفته تو زمین. معلوم نیست الان با کیه. زبونتو گاز بگیر، زبونتو گاز بگیر. پسر من این کاره نیست. چرا نکنه مامان؟ مگه مرد نیست؟ کل محل داره میگن با یه زن روس رفته. زنده داشت. بابام تنهام نمیذاره. بابا از این کارا نمیکنه. سفدا میدونم حسابت خورده، اما تو رو خدا پیش وارال اینجوری حرف نزن باشه. چرا نباید چیزی بگم یوسف؟ خب بذار بدون باباش چجور آدمیه. کجا پسرم؟ تو که تازه اومدی خونه. پینار عزیزم، پینار. پینار، وقتی دکتر گفت به هوش اومدی نمیدونستم از خوشحالی باید چی کار کنم. عمو بداد جانم، الیف چطوره؟ حالش خوبه، فقط دلش برات تنگ شده. میخوام دخترمو ببینم. اگه تو رو اینجوری ببینه باور کن ناراحت میشه. یه چند تا عمل داری، بعدش کاملا خوب میشی و میری پیش دخترت. بهت قول میدم. چه عملی؟ حالم خوبه، میخوام الیفو ببینم. یه چند تا عمل باید رو صورتت انجام بشه. یعنی چی؟ قیافم قراره عوض بشه؟ آره عزیزم، برای اینکه کسی تو رو نشناسه. نمیذارم همچین کاری بکنن. عزیزم نه، الیف چجوری منو بشناسه ها؟ پینار جون. نه، الیف دیگه منو نمیشناسه. وقتی صورتم عوض بشه چجوری منو بشناسه؟ نه، نباید همچین کاری بکنم. الیف تو رو میشناسه عزیزم. آقای دکتر نمیذارم. خوب میشی، نگران نباش، میشناسته. باید بهش آروم باش. بذار برم. همچین چیزی غیر ممکنه. نباید بذاری این کارو بکنن. عمو بداد ولم کنید، برم. ولم کنید، ولم کنید، ولم کنید، ولم کنید. من باید برم. الیف نمیتونه منو بشناسه. الیف جون، چی شده؟ مامانم اومده؟ نه عزیزم. الیف، مامان دیگه نمیاد. یعنی بخوادم دیگه نمیاد. میفهمی؟ پس من میرم پیشش. نمیتونی عزیزم. نکنه تو نمیخوای مامانم بیاد؟ نه البته که اینطور نیست. پس بهش بگو بیاد. الیف، مامانت نمیاد، فهمیدی؟ نه خیر، میاد. نه دیگه نمیاد. مامانم میاد. نه دیگه نمیاد الیف. میگم مامانم میاد. گفتم نه دیگه نمیاد. برای چی نمیتونه بیاد ها؟ چون مادرت مرده. فهمیدی؟ مرده. عمو بداد بهت میگم اگه صورتم عوض بشه دخترم منو نمیشناسه. پینار، اگه صورتت عوض نشه دوباره پیدات میکنن و میخوان بکشنت. این دفعه واقعا میکشنت، شک نکن.
بهم اعتماد کن. همه چی درست میشه. آقا فرشاد، من خیلی نگران الیف هستم. مثل قبل به درس گوش نمیده. همش تو فکره و حواسش پرته. این خیلی طبیعیه. خب زمان کمیه که مادرشو از دست داده. یکم صبر کنین. منم دوستش دارم که اینو میگم. به درس گوش نمیده. دیروز تو فکر بود. از پنجره بیرون نگاه میکرد. خب مگه چیه؟ مامان انگار که مادرشو دیده باشه. بدو رفته بیرون. نگران نباشین، من باهاش حرف میزنم. بالاخره عادت میکنه. آقا فرشاد، ظاهرا متوجه نشدیم. الیف فکر میکنه مادرش کنارشه و باهاش حرف میزنه. بهتره از یه روانشناس خوب کمک بگیریم. الیف عزیز دلم، آخ دلم برات یه ذره شده بود. منم همینطور. امروز سر کار نمیرم باشه؟ کل روز با همین. آها بگو ببینم چی دلت میخواد عزیزم. دوست داری چی کار کنی؟ بریم خونه. خونه؟ چرا؟ شاید مامان بیاد. دخترم تو هم میدونی مامانت نمیاد. تو دیگه مامانو دوست نداری؟ معلومه که دارم عزیزم، دوستش دارم. تو مامانو دوست نداری. من میدونم تو خاله جانانو دوست داری. دخترم عزیز دلم،
ببین دیگه خیلی دیره. مامانت اگه زنده بود برمیگشت. تو هم دیگه باید یه چیزایی قبول کنی. مامانت مرده. نه خیر مامان جونم نمرده. دخترم اینجوری نکن، منم ناراحت میکنی، گریه نکن. مامان جونم نمرده. بهت میگم نمرده. اگه مرده پس قبرش کجاست؟ چرا قبر نداره؟ خوش اومدی. برای نهار که میمونی؟ نه اصلا اشتها ندارم. وداد ببین من دیگه طاقت ندارم. تو چه باشی یا نه من دخل اینا رو میارم. یکم آروم باش. نمیتونم. هنوزم هر بار میرم خونه مادرم سراغش میگیره. روم نمیشه تو صورتش نگاه کنم. ببین پینار هنوز بیهوشه. تا وقتی به هوش نیاد و به همون نگه چی شده هر کاری بکنیم قطعا اشتباهه. فهمیدی؟ اگه به هوش نیاد چی؟ اگه چیزی یادش نیاد چی؟ اون وقت چی کار کنیم؟ من دیگه طاقتم تموم شده. داری اشتباه میکنی یوسف. یه اشتباه بزرگ. یادت نره عجول باشی ضرر میکنی. الف مامان 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 جونم مامان الی الف الی مامان این چه شده؟ پینار برگشته. چی؟ ماشینش دم دره. خیلی خنده دار بود. عزیزم اون ماشین جدید منه. ماشین جدیدت؟ آره. یعنی مامان من بر نگشته؟ نه بر نگشته. تو دیوونه شدی؟ رفتی از ماشین پینار خریدی جانان؟ ببین فرشاد بس دیگه. نمیخوام تو این خونه اسمی از پینار بشنوم. پینار دیگه مرده.
فهمیدی؟ تو کشتیش. الیف عزیزم حالت خوبه؟ مامانم نمرده میدونم. بیا باشه عزیزم، مامان نمرده. پیداش میکنم، باشه پیداش میکنم، گریه نکن. عزیزم گریه نکن، قربونت برم. عایشه گل، مهتاب، مهتاب، عایشه گل، صدامو نمیشنوین؟ بفرمایین جانم خانم. همه اینا رو فوراً جمع کنین و بریزین دور. جانم خانم اگه پینار خانم برگردن کجا برگرده؟ چند ماه شده؟ تا الان باید میومد. بندازین دور. حتی عکسا؟ آره حتی عکسا رو. جانم خانم بهتر از آقا فرشادم سوال کنی. حرف منو گوش نمیدی؟ نه من فقط چیز. ببینین از این به بعد خانم این خونه منم. برای همین از این به بعد هر چی که من میگم فقط میگین چشم. فهمیدی؟ پرسیدم فهمیدین؟ بله جانم خانم. فهمیدین. خوبه پس شروع کنین. خوابید؟ آره داداش خوابید. داداش این کارو باهاش نکن، اون هنوز بچه است. این بی‌انصافیه. مگه من چی کار کردم؟ منظور چیه؟ خودت چی فکر میکنی؟ ایپک به اندازه کافی عصبیم. تو هم الکی سوال پیچم نکن، مثل آدم حرفتو بگو. منظورم جانانه. برم به الیف سر بزنم. داداش خواهش میکنم، هر وقت اینو میگم فرار میکنی. تو که فهمیدی، پس انقدر گیر نده. نمیخوام حرف بزنم. مامان جون چایی میخوری؟ خب برای دیگم بریزم؟ باشه. مامان جون شکر؟ باشه فقط یه ذره. آخه اگه زیاد بخوری چاق میشی مامان جون. میخوای بخوری؟ تو که خیلی دوست داشتی. دخترم. بله بابا جون. تو با کی حرف میزنی؟ هیچ کی، با هیچ کس. میفهمم دخترم، منم دلم تنگ شده، اما مامانت مرده. آره حالا گوش بده. پیداش کردم. الان که دیگه دارم این خاطراتو می نویسم خیلی غمگینم. دوستم کورنی دقیقاً 6 ساله که منو تنها گذاشته رفته و بهم سر نمیزنه. اگه دارم براش چیزی می نویسم برای اینه که نمیخوام فراموشش کنم. فراموش کردن دوست چیز ناراحت کننده ایه. آخه همه آدمای دنیا که دوست ندارن. اگه دوستم رو فراموش کنم بعداً حس میکنم منم مثل آدم بزرگایی شدم که تو زندگیشون به هیچ و هیچ کس اهمیت نمیدن. فهمیدی بابا؟ فهمیدم، اما من که نمیگم مادرتو فراموش کن.
فقط میگم قبول کن که مرده. هنوز نفهمیدی بابا جون. باشه. میخوای برات کتاب بخونم؟ نه، این کتابو نخون. چرا؟ چون که مامان جونم هر شب همین کتابو برام میخوند. تو یه کتاب دیگه برام بخون. باشه. دیدی زنی که چی داشت میگفت؟ بعد از این خانوم این خونه منم. هرچی من بگم همونه، فهمیدین؟ مهتاب ساکت شو، بشنوه تو رو میکشه. خب بشنوه، من ازش نمیترسم. دیدم داشتی میلرزیدی. فهمیدیم جانم خانم. نه که خودت نگفتی؟ اون فلفل سیاهو بده. لباسا رو چیکار کردی؟ دلم نمیومد بندازم، گذاشتم تو انبار. گرچه آقا فرشاد بشنوه قیامت به پا میکنه. آره، حتما این کارو میکنه. اون خیلی وقته که فراموشش کرده. میگم آیشه گل، نکنه اینا بلایی سر پینار خانم آورده باشن. چی داری میگی؟ زبونتو گاز بگیر. پس کجاست؟ تو ماشینم نبوده. میگن موج با خودش برده. اونا چیه؟ مهتاب دیگه طاقت ندارم. میخوام این عکس‌ها و لباسا رو بدم به الیف. تفلک خیلی ناراحته. تو که گفتی همش تو انباره. ببین نگی نگفتی. اگه جانان بفهمه میندازتت بیرون. تو چیزی نگی کسی نمیفهمه مهتاب. جلوی زبونتو بگیر. هرچی میشه فوری میری میگی. آخه به من چه؟ به خودت مربوطه. هر کاری میکنی مسئولیتش با توه عزیزم. کی مرخص میشه؟ به طور کامل به هوش نیومده. بخشی از حافظش هم از دست داده. راستش نمیتونم چیز دقیقی بگم، اما چند ماه دیگه هم باید بمونه. در ضمن باید بگم که صورتش نیاز به یه جراحی دیگه هم داره. مشکل صداش هم حل میشه، درسته؟ من که نمیدونم هدف شما چیه، اما اگر شما بخواین حلش میکنم. آقای دکتر نباید شناخته بشه. کاملا باید یه آدم دیگه بشه. مراقب باش پسر، میندازیشا. میدونی قیمت این تلویزیون چنده؟ آقا کجا بذاریمش؟ کله من ببرنش تو دفترم. کار میکنه؟ آره رئیس، فقط باید تنظیم بشه. نشونمو بده ببینیم بابا. کار درست چنگیز خان. شوخی تو استانبول یه کلوب زدی. به لطف تو عشقی، بیشین تماشا کنید چه میکنم. خوب چیزی گیرمون اومد چنگیز خان. تا وقتی که این مرغ تخم طلا رو داریم هیچ چی جلو دارمون نیست. تو هم یه ساله تو استانبول برای خودت کسی میشی پسر. فرشنه واسه افتتاحیه دعوت کنم. بایدم دعوتش کنی. بذار بیاد ببینه پولش رو الکی خرج نکردی. آقا یادتونه درویش براتون گفته بودم؟ از طرف اون اومده. گفته بودی محافظ میخوای. بگم بیاد. یوسف بیا. خب تو کارت چیه؟ ماهیگیرم. بعضی وقتا میرم صید، اما دیگه نون توش نیست. خرجم در نمیاد. قویه؟ آره داداش. راست میگه؟ باشه فردا بیا. میره پیش حمید، کارتو بهت نشون میده. تو هم به سر وزش برسه خورده.
چشم. این هفته افتتاحیه است، فهمیدی؟ مبارک داداش. مامان لباست خیلی قشنگه. میشه امروز همین لباس رو بپوشی؟ نمیشه امروز نری سر کار مامان جون؟ امروز بریم پارک ها؟ الی چی کار میکنی؟ هیچ کار. کی اونه رو بهت داده؟ چیو میگی؟ اونایی که زیر بالشته؟ کدوم بالشت؟ اون بالشت. چیو کی داده؟ اونه رو بده ببینم. نه گفتم بدی به من. بدش به من ببینم. الیف گفتم بده. نمیخوام، مال مامانمه. الیف بهت میگم بده. نمیدم، اونا مال مامانمه. برش کن. گفتم بده. ازت متنفرم. کی اینا رو داده به الیف؟ مگه نگفتم اینا رو بندازین دور؟ گفتم یا نگفتم؟ والا من که بیخبرم. اگه یه بار دیگه تکرار بشه از خونه میندازمت بیرون. فهمیدی؟ بله فهمیدم. دست درد نکنه مهتاب. در جا منو فروختی. چی کار میکردم؟ بهت هشدار دادم. نگفتم؟ احمق. ببینم تو کی هستی؟ یوسف! فکر کردی با کی حرف میزنی؟ میکنی آقا؟ آروم باش. یوسف! تو کی هستی؟ چی میخوای؟ یوسف چی کار میکنی؟ داری چی کار میکنی یوسف؟ این کیه؟ نمیشناسمش، نمیدونم، داشت ازم آدرس میپرسید. ولش کن بره. بزن به چاک. این دیگه کیه بابا؟ آبجی توجیهی برای کارم ندارم ولی عقلم سر جاش نبود. منو ببخش. فکر کردی دارم با غریبه حرف میزنم؟ خجالت نکشیدی به هم تهمت زدی؟ برو. هر وقت صرف نمیکنه بذار برو. داداشتم اینطوری سینجین کردی؟ پرسیدی؟ میدونی پشت سرم چیا میگن؟ میگن شوهر سفته با یه زن خارجی فرار کرده. میگن اون داره عشق و حال میکنه ولی زن خنگش نشسته و چشم به راهی که شوهرش برگرده و بیاد خونه. سفته همش داری همینو میگی، اما داداشم با کسی دیگه نیست. دست بردار. پس الان کجاست؟ ماهاست ازش خبری نیست. اصلا من هیچ. دلش برای پسرش تنگ نمیشه؟ دلش برای این طفل معصوم نمیسوزه؟ ساکت شو. آره ساکت شو، هیچی نکن. اگه عقل داشتم که عروس این خانواده نمیشدم.
اما یه روز صبرم تموم میشه. اون وقتی که دست پسرمو میگیرم و مثل داداشت کسی نمیتونه پیدام کنه. میذارم میرم. حالا میبینی. داداش میشه حرف بزنی؟ آره بیا بشین. ببین حواست هست تو خونه چه خبره؟ مگه چی شده؟ جانان داره وسیله های پینا رو میریزه دور. دیگه شورش رو در برده. انگار که خانوم خونه است، به همه دستور میده. جانان دوست دخترمه، معلومه که میتونه دستور بده. باشه داداش، ما به کنار. به الی فکر کن، به روحیه دخترت. ایپک تو دخالت نکن. معلومه دخترمو دوست دارم. جانانم به اندازه من بهش اهمیت میده. به وقتش عادت میکنه. واقع بین باش داداش، همچین چیزی غیر ممکنه.